سلام به شما دوستان و همراهان عزیزم. شما شنونده این داستان از کانال رازهای سر به مهر هستید. حتما با لایک و کامنت و سابسکرایب حمایتمون کنید. از شدت ناراحتی نه روز خواب داشتم نه شب. فقط نگاهم به سقف اتاق بود و ماجراهای گذشته رو مرور می‌کردم. به ساده‌لوح بودن خودم، به اعتماد بیجای خودم به دیگران. فکرشم نمی‌کردم یه روز کار به اینجا کشیده بشه و زندگیم رو به همین سادگی ببازم. همه چیز از روزای نزدیک عید شروع شد. روزایی که همه شور و شوق دارن. یکی شور و شوق خرید، یکی مسافرت، یکی هم هنوز سرگرم خونه تکونی هستش. اون روز من و دخترم واسه خرید رفتیم بازار. از قبل خریدمو کرده بودم و فقط کفش دخترم مونده بود. همینطور که داشتیم مغازه ها رو نگاه می کردیم به یک بار چشمم به کسی افتاد که برام آشنا بود. چند باری با دقت نگاش کردم. قیافش عوض شده بود اما شناختمش. اون بهترین دوست دوران مدرسه‌ام بود. دوستی که دائم با هم بودیم. بله خودش بود، فریده. مثل همون موقع‌ها خوشگل و مرتب. من و فریده از دوران ابتدایی با هم دوست بودیم. دوستای خیلی صمیمی که احدی نمیتونست بینمون رو خراب کنه. اونقدر صمیمی که توی مدرسه معروف بودیم. از همه چیز هم خبر داشتیم و اصطلاحاً جیک و پوک همدیگر رو میدونستیم. 7 سال تمام با هم بودیم تا اینکه کلاس سوم راهنمایی رو تموم کردیم و تابستون اون سال به طور کاملا غیر منتظره من با پسرعمه مادرم نامزد کردم. اونا چند ماه قبل یعنی عید از شهرستان برای عید دیدنی اومده بودن خونمون. از من خوششون اومده بود و برای پسرشون هومن در نظر گرفته بودن. وقتی برای خواستگاری اومدن خیلی ازش خوشم اومد و قبول کردم. هومن نمیگم خیلی پسر درجه 1 و نامبروانی بود، اما خوب بود و دوست داشتنی. از نامزدیم هم خوشحال بودم هم ناراحت. خوشحال از اینکه هومن رو دوست داشتم و تونسته بودم یه یار و همدم خوب واسه خودم داشته باشم. ناراحت از اینکه تو این روزای خوب فریده کنارم نبود. آخه اونا دقیقاً 1 ماه قبل از نامزدی من اسباب کشی کردن و رفتن یه شهر دیگه و ارتباط ما خیلی کم شد. منم ازدواج کردم و رفتم شهرستان هومنینا و دیگه رسما کلم از هم بیخبر شدیم. چند سال بعد ازدواجمون به خاطر کار هومن برگشتیم شهر من. همیشه وقتی تو خیابونا راه میرفتم چشمم دنبال فریده یا بقیه دوستای مدرسم بود. هنوز دلم توی اون روزا گیر کرده بود. حالا اون روز بعد از 15 سال تونسته بودم فریده رو پیدا کنم. توی اون شلوغی و ازدحام جمعیت که واسه خرید اومده بودن یکی یکی همه رو زدم کنار و خودم رو روبروی فریده قرار دادم و سلام کردم. با تعجب نگاهی بهم انداخت و بعد از چند ثانیه با نگاهی که تو شوق و خوشحالی بود محکم بغلم کرد و با صدای بلند همش میگفت قربونت برم، چقدر دلم برات تنگ شده. و هر دوتامون از سر شوق گریه میکردیم. بعد از 15 سال دوباره بهترین دوستم که خاطرات خوش روزای کودکی رو با هم رقم زده بودیم رو پیدا کردم و هیچ جور دوست نداشتم که از دستش بدم. بعد از کلی حرف زدن شماره‌های همدیگر رو سیو کردیم و این شد شروع دوباره من و فریده. تو صحبت‌های بین من و فریده از همه چیز حرف می‌زدیم، از شوهر و بچه و زندگی. من دائم از هومن و عشق و علاقش تعریف می‌کردم و فریده هم از مشکلات و ناراحتیاش با شوهرش میگفت که در حال طلاق و جدایی بودن. من واسه اینکه فریده کمتر هرس و جوش بخوره و برای اینکه بتونم از عذابش کم کنم رفت و آمد باهاش رو شروع کردم. طوری شد که دیگه صبح تا شب خونه ما بود و با هومن هم رابطه صمیمی گرفته بود. 2 سالی از رفت و آمد من و فریده گذشته بود. کم کم متوجه رفتارهای سرد هومن شده بودم. در عوض فریده خندانتر و سرحالتر از همیشه بود. تا اینکه یه روز هومن به شدت عصبی وارد خونه شد و منو به باد کتک گرفت. هیچ مشکلی هم با هم نداشتیم. هیچ جر و بحثی هم نکرده بودیم. و این کارش باعث تعجب من شده بود. بین عصبانیت و زدن من فقط میگفت تو ناپاکی، تو هرزه‌ای. چند نفر تو رو دستمالی کرده بودن تا به من رسیدی. اصلا نمیدونستم چی میگه، منظورش چیه. فقط با گریه دخترم رو نشونش دادم و گفتم جلوی نفس این کارو نکن.
طفلی دخترم از ترسی گوش خودش رو جمع کرده بود و میلرزید. تا حالا سابقه نداشت باباش رو اونجوری ببینه. بله، ریشه اختلافات من و هومن از همینجا شروع شد. ارتباط هومن با من کمرنگ شده بود. از طرف فریده هم که بهش احتیاج داشتم غیبه‌ای زده بود و حتی جواب تلفنم رو نمیداد. یه روز موبایل هومن زنگ خورد. هومن همون بود و من جواب موبایل رو دادم. همین که جواب دادم یکی گفت سلام عزیزم، چطوری عشقم؟ نمیتونستم باور کنم که این صدای فریده باشه که به شوهر من عزیزم و عشقم میکرد. حالا علت سرد شدن هومن و غیبت فریده رو متوجه شدم. سریع گوشی رو قطع کردم. به محض اومدن هومن از حموم با عصبانیت گفتم فریده با تو چیکار داشت؟ زنگ زده بود. هومن یه نگاهی بهم انداخت و گفت دوست داره زنگ بزنه، به تو چه؟ با شنیدن این حرف از هومن صدای داد و بیداد من بلند شد. صدای هومن بلندتر از من شد و گفت بهتر خفه شی. چی میخوای بدونی؟ بله، ما دوتا عاشق همدیگه شدیم. البته چه بهتر که فریده اومد و من فهمیدم تو چجور آدمی بودی. هرزه. فهمیدم که همه مشکلات ما رو فریده رقم زده. نمیدونم از من به هومن چی گفته بود که اون منو به چشم یه بدکاره میدید. در حالی که من چه دوران مجردیم و چه دوران متأهلیم هیچ خطایی نکرده بودم. فریده با حرفاش منو از چشمای هومن انداخته بود و با اشوه‌هاش و ناز و اداهاش خودشو تو دل هومن جا کرد. بعد از 3 سال کشمکش و برو بیا زندگی من و هومن به جدایی ختم شد و بهترین دوست من که مثل خواهر میدونستمش جای من رو تو زندگی شوهرم گرفت. با وارد کردن فریده به زندگیم خودم اولین خشت از دیوار زندگیم رو خراب کردم. دوستان عزیزم، ممنونم که تا آخر داستان همراه من بودین. اگر شما هم راز سر به مهری دارین، داستان زندگی دارین، میتونین از طریق آیدی تلگرام که داخل کانال هست با ما به اشتراک بذارید. حتما با لایک و کامنت و سابسکرایب حمایتمون کنید.